سلام به همه. خواستیم که کمی معلومات درباره فن آناتومی برای دانشجویان آماده نماییم. آناتومی فنی است که طرز جاگیرشوی عضوخوارها و انکشاف آنها را نسبت به محیط زیست می‌آموزد. فن‌های یادرسان آناتومی: هیستولوژی علم درباره بافت‌ها، هیستولوژی علم درباره حجره‌ها، امبریولوژی علم درباره جنین یا جنین شناسی میباشد. تعلیمات دایر به استخوان‌ها. استیولوژی از کلمه یونانی گرفته شده، معنایش استیون استخوان، لوگوس علم دانش میباشد. اسکلت یا استخوان بندی: اسکلت از کلمه یونانی اسکلتوس گرفته شده، معنایش خشک میباشد. اسکلت قسم اساسی ترکیبات بدنی انسان است. در آدم زیاده از 206 استخوان موجود است. اسکلت انسان به 5 قسم جدا می شود. یکم، os کرانیوم، کاسه‌خانه سر. دوم، کولومنا ورتبرالیس، ستون مخره. سوم، ممبرا سوپریور، اندام بالا. چهارم، ممبرا اینفریور، اندام پایان. پنجم، کامپاگس توراکیک، قفس سینه. os کرانیوم، کاسه‌خانه سر به 2 قسم جدا می شود: کرانیوم سربرالیس، کرانیوم فاچیالیس. کرانیوم سربرالیس کاسه‌خانه مغزی سری داخل می شود. os فرانتالی، استخوان پیشانه. os پاریتالی، استخوان فرق سر. os اکسیپیتالی، استخوان پشتی سر. os سفینویدالی، استخوان فانه شکل. os تمپورالی، استخوان چکه. و os اتمویدالی، استخوان تورشکل. به کرانیوم فاچیالیس کاسه‌خانه روی داخل می شود. os زیگوماتیکوم، استخوان رخساره. os ماکسیله، استخوان جاغ بالا. os ماندیبوله، استخوان جاغ پایان. os ناسالی، استخوان بینی. os لاکریمالی، استخوان اشک. کانخا نازالیس اینفریور، سفره پایانی بینی. os پالاتینوم، استخوان کام. os هیوئیدئوم، استخوان زیری زبان. و وامر، پازه. اکنون میگذاریم به تقسیمات دوم. کولومنا ورتبرالیس، ستون مخره، عبارت از 34 مخره. 24 تاشان آزاد می باشد. ورتبرا سرویکالیس، مخره‌های گردن، شمارشان 7 تا می باشد. ورتبرا توراکیک، مخره‌های قفس سینه، شمارشان 12 تا می باشد. ورتبرا لومبالیس، مخره‌های میان، شمارشان 5 تا می باشد. os ساکروم، استخوان 4 بند، شمارشان 5 تا می باشد. os کوکسیگیس، استخوان 2 مغازه، شمارشان از 4 تا 5 تا می باشد. مخره‌ها به 2 گروه جدا می شود: مخره‌های اساسی ورتبرا وره و مخره‌های قلبکی ورتبرا سوپره.
به مخرج‌های اساسی داخل می‌شود: ورتبره سرویکالیس، ورتبره توراکیسکه و ورتبره لومبالیس. به مخرج‌های قلبکی داخل می‌شود: os sacrum و os coccygeus. در اول گفته گذاشتیم که 24 تایشان آزاد می باشد. گفتیم و اینها و مخرج‌های گردن، مخرج‌های قفس سینه و مخرج‌های میان داخل می شود. یکم میگذاریم به تقسیمات سیوم. میگذاریم به تقسیمات نوبتی. ممبر سوپریور اندانی بالا به دو قسم تقسیم می شود: سینگلو ممبر سوپریور، لیمبر ممبر سوپریور. به سینگلو ممبر سوپریور چنبر اندانی بالا داخل می شود: os scapula استخوان شانه و os clavicula استخوان قلفک. لیمبر ممبر سوپریور آزادی اندانی بالا به 3 ناحیه تقسیم می شود: ریگیو براخی، ریگیو آنتبراخی و ریگیو مانوس. به ریگیو براخی داخل می شود: os humerus استخوان کتف. به ریگیو آنتبراخی داخل می شود: ulna استخوان آرنج و رادیوس استخوان ساعد. به ریگیو مانوس داخل می شود: os manus استخوان دست. میگذاریم به تقسیمات نوبتی. ممبر اینفریور اندانی پایان به 2 قسم تقسیم می شود: یکم سینگلو ممبر اینفریور چنبر اندانی پایان و لیمبر ممبر اینفریور آزادی اندانی پایان. به سینگلو ممبر اینفریور داخل می شود: os coccyx استخوان کاس. لیمبر ممبر اینفریور داخل می شود. اینها به 4 ناحیه تقسیم می شود: یکم ریگیا فیمور ناحیه ران. دوم ریگیا گینوس ناحیه زانو. سوم ریگیا کروپیس ناحیه ساق پا و ریگیا پیدیس ناحیه پای. به ناحیه ران داخل می شود: فیمور استخوان ران و ریگیا گینوس داخل می شود: پاتله استخوان زانو و ریگیا کروپیس داخل می شود: تیبیا ساق کلان و فیبولا ساق خرد. و ریگیا پیدیس داخل می شود: پنجه پای os پیدیس. میگذاریم به تقسیمات نوبتی. کامپاگس توراکیسکه قفس سینه عبارت از 12 مخرج سینه ورتبره توراکیسکه و 12 جفت قبرغه کاستی.
va یک ustuvoni توش sternum و بازدارد. apertura thoracica superior daromadgohi بالا و apertura thoracica inferior daromadgohi پایان. این بود معلومات مختصر درباره اسکلت.